آقا سوشی داره؟ نه ما دکور ژاپنی زدیم اینجا آش شکم بفروشیم. آقا میشه اینو من با آقا چون بجاتی شیفته از خیش آقا میگم آمدی پلو قیمه بخوری. تو زندگیم خیلی اشتباه کردم ولی هیچ وقت BTS فن نشدم. تا حالا خاویار خوردی؟ ها بابا صبح تا صبح ناشته میشم. چیه؟ تخم کفتر. میدونی ترکیب ایران و ژاپن بچش و چی میشه؟ کونه گوشا چشتای. سوسک هم داره؟ نه. یعنی چی رستوران کره یا سوسک نداره؟ اورا برو تو خاله 4 تا سوسک بگی بیا بده این بخوره. دیرو با کلاس دارین غذایی که ما خورده عشق نبوده. حالا هر رو میاد اینجا سوشی بخوره. خدا شاهد هر باری نگاش میکنم یاد نانا که جون میافتم. نه جون کیه؟ اوشی کوکب یانگو آمدی بیا این سفارشو ببر. حمید انیمه نگاه میکنی؟ انه چه نیمه با این قیمت سوشی میتونستم 4 تا همبرگر بخورم. وقتی مخه جلو دوست دختر چوسی بیا اینا هم داره. سلام سوشی چند؟ سوشی 790 ولی برای خانم خوشگل 600. یعنی برای من 600؟ نه شما هم 790. آقا سوجو داره؟ بره نیست یا پدستگه کافر. خدا شاید اگه یک بار دیگه تقلب کنی خدا این بینی میزدنم تو چشدم. اگه تو 1 دقیقه اینو بخوره 5 میلیون جایزه داره. چی بخوره؟ این حمید دستت نباری؟ نه بابا میگه من BTS فنم.